از مرزهایمان دفاع میکنیم. ایران خانه ما هست و هیچ کسی را ما اجازه نمیدیم هیچ بیگانه را، مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، که به خاک ما تجاوز بکنه. و به هیچ کسی اجازه نمیدیم که تمامیت ارضی ما را به خطر بیندازه. و یک تمامیت ارضی ما، تمامیت ارضی ایران برای همه ما مهمه. ما مردم ایران همه از تمام اقوام و مذاهب و زبانهای مختلف با یکی هستیم. ما ملت واحدیم، ما چند ملیت نیستیم، یک ملتیم. و اگر برای دفاع از کشور ما نیاز باشه، ما اساس خانه های من رو هم بیرون میدیم به کسانی که از نیروهای مسلح من که از خاک ما دفاع بکنن.